این هیولای زیبا و قدرتمند شاهکار سفارشی ولوو برای بازار آمریکای شمالیه، به خصوص ایالات متحده. ولوو 860 دماغه‌دار در اصل یک کشنده نیست، یه هتل 5 ستاره است که روی چرخ راه میره. زیر کاپوتش موتور معروف D13 ولوو قرار داره با قدرت 450 تا 500 اسب بخار و گشتاوری که برای مسیرهای طولانی ساخته شده، نه شهر. اما جذابیت واقعی این هیولا داخل کابینه، جایی که راننده فقط راننده نیست، ساکن ماشینه. تخت خواب دوتایی، میز غذاخوری، صندلی راحتی، یخچال فریزر بزرگ، کمد لباس، تلویزیون، سیستم صوتی حرفه‌ای، وایفای، دوربین عقب و چند نمای مختلف برای رانندگی امن‌تر. کولر و بخاری درجا باعث میشه نه گرما اذیتت کنه نه سرما. حتی میتونی اپلیکیشن نصب کنی و مسیر و سرگرمی رو همزمان داشته باشی. قیمت این هتل متحرک در مدل‌های 2024 و 2025 بین 173 تا 200 هزار دلاره، بسته به امکانات رفاهی که انتخاب می‌کنی. ولوو 860 فقط یک کامیون نیست، تعریف آمریکایی زندگی روی جاده است. اگه عاشق هیولاهای خاص دنیای خودرو هستی، پیجم رو فالو کن. اینجا قلمرو اونهاست.